ماشومان جینکی او هلکان کورنۍ تکریخ جال منطق عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیایی د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه همچنان به نام خداوند متعال. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما بیننده های عزیز تلویزیون واق. شما را خوش آمدید میگم در برنامه به سوی روشنایی. بیننده های عزیز، موضوع امروزی ما موضوعی هست که یعنی تغذیه سالم مادر و طفل. ما در این مورد یک معلومات بر شما میتیم. یک مادر در دوره های مختلف به تغذیه خوب نیاز دارد، مانند قبل از بارداری، در دوران بارداری و بعد از بارداری و یا در دوران شیر دادن به طفل. ما باید اطمینان حاصل کنیم که در این دوره از غذاهایی که نیاز دارند استفاده شده است. به خاطر حفظ جان خود و صحتمندی طفل توجه بیشتر صورت گرفته شود. بیننده های عزیز، قسمت که شما میبینید در کنار خود دکتر شمیم امیری را داریم. در نخست یک معرفی از خودشان می داشته باشیم. سلام دکتر صاحب. به نام آن خدای پاک و سبحان که از خاک آفرید این گونه انسان. با عرض سلام خدمت شما، خدمت همکاران محترمتان و خدمت تمامی بیننده های عزیز که همه اکنون ما را از طریق تلویزیون شما مشاهده میکنن. من شمیم امیری هستم، یک تن از کارمندان شفاخانه ولایتی میدان وردک که فعلا مدت 8 سال میشه در این شفاخانه من ایفای وظیفه میکنم و خوشحال هستم که امروز همراه شما هستم. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، دیدگاه و نظرتان در مورد تغذیه مادر بگوین. تغذیه مادر حتما خامخا رول بسیار عمده دارد در رشد طفلش، در عملکردهای فیزیکی خود مادر و همون طفلی را که در بطن میپرورانه و در آینده در اجتماع تسلیم میکنه بسیار مهم است. و یک مادر اول ما باید بفهمیم که تغذیه خودش چی است. تعریف تغذیه قسمی است که تغذیه گرفتن مواد غذایی از طریق دهن که هم اول از طریق دهن گرفته میشه، بلع میشه، هضم میشه و بعد از اینکه هضم شد در تمام وجود جذب میشه و مواد اضافی اطراح میشه. این خودش یک تغذیه را میگن. و بعد از این تغذیه مادران بسیار مهم است به این خاطر که مادر کسی است که هم بدون از اینکه خودش باید به ضرورتهای وجود خود باید تکمیل کنه، باید که یک طفل را در بطن خود بپرورانه که در آینده باید یک طفل سالم باشه و تقدیم اجتماع کنه. و بسیار تغذیه های مادران مهم است در این وقتش. باید مادر وقتی که قبل از اینکه قصد داره حامله دار شود، قبل از حاملگی باید از فولیک اسید و آهن باید استفاده کنه، یعنی 3 ماه قبل از حاملگی، یعنی اگه حاملگی پلان شده باشه. و همچنان باید غذاهای بسیار متنوع، غذاهای متفاوت استفاده کنه. اینطوری که مثلا ما بخوایم از مادران بخوایم که تو همیشه مثلا شوربا بخور، همیشه گوشت بخور، همیشه ماهی بخور، نه. نظر به اقتصاد خود مادران، همین غذاهایی که قابل دسترسشان است، مثلا تخم است، هر فامیل در خانه‌های خودشون دارن، مرغ دارن، به مخصوص در اطرافا از تخم استفاده کنن، از لبنیات استفاده کنن، از حبوبات، لوبیا، نخود، مثلا دال نخود، همین چیزا بسیار مفید است برای یک مادر. و سبزیجات، سبزیجاتی که ترکاری بابی که در زمین و در اینجا کاشته میشه، اینا بسیار مفید است برای مادرها. میتونن که از اونها استفاده کنن. برگای مولی سرخک، از خود مولی سرخک و تمام مایعات بسیار مفید است برای مادرها که باید هر مادر حداقل روزانه 8 گلاس آب استفاده کنه. تشکر دکتر صاحب. تغذیه مادر در دوران بارداری. مادر باردار باید از غذاهای مختلف استفاده کند، مانند سبزیجات، لبنیات، حبوبات، میوه و گوشت. علاوه بر این باید هر روز کم از کم 8 الی 12 گلاس آب را بنوشند و در خوردن غذا باید از نمک آیودیندار استفاده کنند. و علاوه از 3 وقت نان خوردن، 1 وقت نان خود را اضافه بخورند و با مشوره دکتر از آهن و تابلت های فولیک اسید استفاده کنند تا در آینده در دوران زایمان از کمبود خون جلوگیری شود. دکتر صاحب، در مورد امی که در دوران بارداری کدام تغذیه خاص، البته ایده گفتین که مثلا کدام غذا را بخورن و کدام ویتامین ها را، تغذیه خاصی که وجود داره در دوران بارداری، مادر از کدام تغذیه خاص استفاده کنه؟ تغذیه خاصی که در دوران بارداری زیاد ضرور است آهن و فولیک اسید است که در 3 ماه اول ما تنها فولیک اسید توصیه میکنیم به مادران. منظور شما از دواهاست یا تابلت ها است؟ هم تابلت میتونن استفاده کنن و هم میتونن از رژیم غذایی بگیرن
که این چیزا زیادتر سبزی های برگ سبز که داره در اینا زیاد آهن موجود است، میتونن که از این تغذیه کنن خود و مادرها میتونن از گوشت استفاده کنن و ما چند گروه غذایی داریم که از این 7 گروه غذایی ما داریم که از این 7 گروه غذایی وقتی که 4 گروهش هم از مادرها استفاده کنن روزانه، ما میتونیم که بگوییم که این یک رژیم غذایی درست است. که این گروه غذایی ما شامل است بر چی؟ که شحمیات است، لبنیات است، حبوبات است، سبزیجات است، میوه‌جات است و منرال هاست، ویتامین هاست که ویتامین ها و منرال ها رو میتونن که از همین میوه‌جات استفاده کنن. و ای که بعد از تولد نوزاد چه نوع تغذیه باید در 6 ماه اول ارائه شود؟ مطلب طفل است، نوزاد است یا مادر است؟ نوزاد است. به نوزاد دیگه چیز هم باید به مادر و هم به نوزاد. اول درباره نوزاد خیلی گپ میزنیم. در نوزاد دفعتا بعد از ولادت ما دیگه چیز باید هیچ توصیه نمیکنیم به مادرها و مادرها هم باید از دادن دیگه چیز به غیر از شیر خودشان باید جلوگیری کنن به دادنش. از به نوزاد فقط تنها یگانه چیزی که داده میشه به طفل همون شیر مادر است که اولین شیر که به نام فلا یا کلسترم میشناسیم. بسیار مهم است که خاصیت واکسین در وجود طفل داره و معافیت طفل بلند میبره. این باید دفعتا هرچه عاجلتر بعد از ولادت به طفل داده شود و همچنان تا 6 ماه اول بعد از ولادت باید نوزاد یگانه چیزی که میگیره باید تنها شیر مادر باشه و بدون شیر مادر ما چیز دیگه را حتی طفل به آب هم ضرورت نداره، هر چقدر که هوا گرم هم باشه. همین شیر مادر بر طفل مکمل غذای کامل است، هم آب است و هم غذاست برش، اگر به طریقه درستش باشه. با زیرم دربارش گپ میزنیم که طریقه شیردهی چه قسم است. و با مادر که هست بعد از اینکه ولادت میکنه در منطقه ما شما زیادتر رواج است که به مادر همیشه یخنی میتن، همیشه از تخم استفاده میکنن میتن. به مادر اجازه نمیتن که از میوه‌جات استفاده کنه، به مادر اجازه نمیتن که آب بگیره به خاطر که میگن نفهم دل طفلک درد میگیره، نفهم آب سرد است، نخ سره. مگم اینا گپای غلط است. ما باید کوشش کنیم که از جامعه ما این گپای غلط باید دور بسازیم. باید مادرها کوشش کنن بعد از ولادت وجود اونا هنوز زیادتر به ویتامین ها به غذاهای زیادتر ضرورت داره. باید کوشش کنن که از هر نوع غذا استفاده کنن. مثلا لوبیا را زیادتر نمیخورن، میگن طفل دل درد میکنه. سبزیجات، حبوبات است، گوشت است، صحیح در پهلویش باید 2 وعده غذایی اضافی باید بگیرن. میتونن که در پهلوی از یک پریزانه مثلا یخنی یا تخم بگیرن. خب مگم روز مرسه وقت وعده غذایی خود باید یک چیز دوامدار نگیرن، چون وجودشان به ویتامین های زیادتری ضرورت داره. نظر به اول چون هم باید خود تغذیه کنه و هم طفلی را که در شیر داره باید تغذیه کنه. دکتر صاحب میریم به سوال بعدی، یکی چه زمان و چی گونه باید افزودن مواد غذایی دیگر برای نوزاد آغاز شود؟ بعد از دوره 6 ماهگی میتونه مادر بر طفل در پهلوی شیر خودش و دیگه تغذیه ها رو شروع کنه که تغذیه چی قسم باشه؟ نیمه جامد، مثلا مثل فرینی، مثل شیربرنج بسیار نرم، مثلا شوربای ترکاری. این چیزا را آهسته آهسته میتونه به طفل شروع کنه در پهلوی شیر خودش. اول باید شیر مادر مکمل بگیره، بعد از او دیگه غذاها را برش داده شود. و در جریان از همین شیردهی تغذیه‌ای که میشه باید بسیار دقیق باید مادر متوجه باشه که حفظ الصحه را باید در نظر بگیره، که هم باید پیش از اینکه طفل تغذیه میکنه دستای خود همراه صابون باید پاک شسته باشه و همچنان باید همون ظرفی را که غذا آماده میکنه باید پاک و صفا باشه. در تغذیه نوزاد کدام مواد غذایی باید استفاده شود و از کدام مواد باید اجتناب شود؟ در تغذیه نوزاد تا بعد از 6 ماهگی ما گفتیم که میتونه که در پهلوی شیر مادر دیگه غذاهای نیمه جامد هم استفاده کنه تا زمان 9 ماهگی را. بعد از 9 ماهگی طفل میتونه که همین غذاهای روزمره را که ما در دسترخوان خود ما استفاده میکنیم ازش همونا را استفاده کنه به طفل داده شود. مگم طفل باید بسیار کم کم غذا داده شود و به دفعات زیاد. یک دم معده طفل خرد میباشه، قدر گنجایش نداره که به یک دفعه مادرها توقع دارن که طفلم چرا کم نان میخوره. مثلا همون 2 قاشق 3 قاشقی که میخوره اما برای طفل کفایت میکنه. مگم به دفعات زیادتر باید داده شود. مگم از چیزای بسیار ثقیل و سخت مثلا لوبیا کمی ثقیل است به معده طفل. زیادتر باید خود لوبیا را زنده داده نشه، لوبیا باید خوب نرم شود، لعاب شود، بعد از بر طفل داده شود. و همچنان نخود مثال میتیم. دیگه هیچ کدام چیزی بر طفل تو چیزی نیست که ما بگوییم بر طفل داده نشه. میتونه که از هر میتونه لعاب از را بتایایی که میوه را میتونن تراش کنن. میوه را میتونن تراش کنن، مثلا سیب است میتونن از تراشک بکشن همراه قاشق بر طفل بدن. کیله را میتونن بر روزی نیم عدد کیله برش بدن، میتونن نیم دانه سیب بر طفل بدن.
هیچ مشکل نداره از کدام چیزی طفل پرهیز. و دیگه ای که برای تغذیه خوب مادران کدام ویتامین ها یا مواد معدنی ضرورت هستند؟ خب مادر به خاطر از که بتونه هم خود تغذیه کنه، هم همو طفلکی که در شیرش است او را تغذیه کنه، هر نوع ویتامین ها برش ضرورت است که ویتامین ها را میتونه هم از طریق سبزیجات بگیره، هم از طریق میوه‌جات اخذ کنه. و دیگر ما گفتیم که لبنیات است، حبوبات است، باید اونا را مادر استفاده کنه. کربوهیدرات است که کربوهیدرات خودش از همین برنج و چیزای نشاسته‌ای، کچالو، مثلا مکرونی، از همین چیزا اخذ میشه. و لبنیات هم خب ما میفهمیم که ماست، شیر، دوغ، چکه، اینا همگیش لبنیات است. یک مادر به لبنیات زیادتر در دوران شیردهی ضرورت داره به خاطر که وجود از او به کلسیم زیادتر ضرورت داره. هرچند که اگر مادر کلسیم نگیره به طفل خود کدام ضرر نمیرسه، مگم چرا که ضرورت طفل ضرورت وجود خود از استخوان مادر میگیره، همین کلسیم از مادر کم میشه، مگم برای آینده مادر نقص میرسه که سبب در آینده سبب پوکی استخوان میشه، سبب استخوان دردی میشه، دیگه مشکلات به بار میاره. در مورد ازی بگویین که نیازهای تغذیه‌ای نوزاد با توجه به سن چگونه تغییر میکند؟ خب ما گفتیم که در همون 6 ماه اول زندگی یک نوزاد تنها شیر مادر بر طفل هم غذاست و هم آب است و بعد دیگه هیچ چیز ضرورت نداره در صورتی که تغذیه درست اجرا شود که با زبارش گپ خواهد زدیم. و بعد از اینکه بالاتر از 6 ماه شد طفل، در اون وقت تنها ضروریات وجود یک نوزاده، یک طفل تنها شیر مادر پوره کردن نمیتونه، باید در پهلوش از همین غذاهایی را که قبلا یادآوری کردیم باید از اون استفاده کنه، مثلا غذاهای نیمه جامد. و بعد از تا 9 ماه را میتونن که از همون غذاهای نیمه جامد به طفل استفاده کنن. و بعد از 9 ماهگی طفل در غذاهای دسترخوان خانواده عادت بتن، باید تمام روزمره چیزی که در فامیل استفاده میشه خورده میشه باید به طفل هم همچنان داده شود و همچنان در پلوش میوه‌جات و لبنیات هم باید به طفل داده شود چون وجودش ضرورت داره برای رشد. در مورد فواید تغذیه با شیر مادر، فایده شیر مادر چیه؟ چه فواید داره؟ البته دمی فواید شیر مادر خب بسیار زیاد هستن که اول از همه همون فله‌ای که بعد از ولادت تولید میشه به نام کلسترم یا فله که یاد میشه که همون شیر زرد رنگ اولینه مادر است که بسیار برای مقاومت وجود بدن طفل بسیار ضرور است. بعضی مادرها هستن متاسفانه که از فایده های از اون خبر ندارن و همون شیره که اول طفل به دنیا میاد او را دور میسازن، میدوشن، میگن ایتو در فکرشان هست که این یک چیز چتل است باید دور شود. مگم نه، این کار غلط است. از مادران خواهش میکنم که همون شیر اولی خودنا به طفلای خود بدن چون او بر مثل یک واکسین بر طفل بسیار فایده‌مند و ضروری است و مقاومت وجود طفل بلند میبره و طفل در مقابل به امراض جلوگیری میکنه که مقاوم میشه طفل. و دیگه در غیر از بعد از او که دیگه شیر که خارج میشه از ثدیهای مادر، او شیر باید مادر قسمی بر طفل بده. بعضیا میگن که من شیر ندارم، در ثدیهای من شیر پیدا نمیشه، طفلم گشنه است. مگم این کار غلط است، این گپ غلط است. هیچ مادری نیست که شیر نداشته باشه. مادر در صورتی که تغذیه خود صحیح بسازد، مایعات استفاده کنه روزمره، از میوه‌جات و حبوبات و از لبنیات استفاده کنه، بسیار به طور منظم شیر افراز میشه از ثدی‌ها. مگم به سر شکل که باید طفل قسم شیر بتن که وقتی که به ثدیه میندازن اول وضعیت درست بگیرن، تماس درست باید داشته باشن، مادر باید راحت باشه، طفل راحت باشه، ذهن مادر آرام باشه و بعد از او شیردهی را شروع کنه. بعد از اینکه شیردهی شروع شد باید حداقل تا 15 دقیقه اول که شیردهی شروع میشه او چیزی که از ثدیه مادر خارج میشه، شیری که افراز میشه، او شیر آبگین است که او دو مایعات آب است و ویتامین است. بعد از او شحمیات و پروتئینات در شیر دومی خارج میشه بر طفل. باید مادر حداقل تا نیم ساعت از یک ثدیه خود طفل باید تغذیه کنه تا اینکه هم مادر بتونه شیر اضافه تر تولید کنه و هم طفل مواد ضروری وجود خود از شیر مادر تامین کنه. شیر مادر بسیار مفید است، تمام ویتامین ها، تمام ضروریات های وجود طفل پوره میسازه. و دکتر صاحب برمیگردیم به این که شما گفتین شیر اول بسیار مفید است، باید بر طفل داده شود. اگر طفل گویا بنابر یک مشکل یا مریضی، طفل مریض می باشد، نمیتونه که مادر بر طفل خود همون شیر اول را بده، تو کدام عوارض یا علائم در آینده بر از او خواهد بود یا که کدام مرض جدی که
یا ویتامین کمبودی در وجود از او پیدا شده در آینده ها؟ طبعا مطلبتون از شیر اول فل است. بله. بیشتری از اطفال هستند که در ماشین می باشن، بسیار مریض می باشن یا ای که نمیتونن خورده. بیشتری از کسایی هستند یا اطفالی هستند که شیر مادر را نمیگیرن برای بار اول، به می حساب خورده نمیتونن. در صورتی که قسم نوزاد باشه که بعد از تولد شیر مادر را گرفتن نتونه، این باید همراه متخصص اطفال مشوره شود، شاید کدام مشکل داشته باشه. و در غیر از شما گفتین بعضی اطفال کم وزن می باشن نمیتونه گرفته شیر اوله یا همون فله. این فله طبعا طفلی که فله را نگیره مقاومت وجودش پایینتر می باشه، زیادتر باعث میشه که مریضی ها سرازی بیایه، مثلا اسهالات سینه و بغل، مریضی های انتانی شامل ازی میشه. و حتما طفل نظر به یک طفلی که فله را گرفته ذهن کنتری می داشته باشه. بنابراین ما باید با مادران مشوره کنیم وقتی که بر طفل اولین بار تغذیه را شروع میکنن. اگر طفل مکیده نمیتونن، میتونن که همین فله را یا همین شیر اولیه خود بگیرن توسط قاشق، میتونن بدوشن، اسیدی خود خارج کنن و توسط قاشق به دهن طفل بندازن. خب دکتر صاحب، در مورد مزایای شیر مادر، اگرچه شما بسیار فواید شیر مادر را در موردش اشاره کردین، خب کوتاه در مورد مزایای شیر مادر بگوین، همچنان فواید شیر مادر نسبت به شیر خشک. بابت از همین گفتم مزایاش یک بار کوتاه بازگو کنین، به خاطر از اینکه فرقش با شیر خشک چی است. خب ما گفتم طفلی که از شیر مادر تغذیه میشه او حتما هم مقاومت وجودش بلند است، کمتر سبب مرض میگرده برش، و هم ای که طفل یک ذهن بسیار باز می داشته باشه، هم در اجتماع یک فرد سالم، یک شخص مفید تقدیم میشه، و هم ای که طفل بسیار خوب رشد و نما میکنه. و دیگه ای که درباره شیر خشک گفتین که درباره شیر خشک و شیر مادر، مثلا شیر خشک کدام اهمیت را داره و شیر مادر کدام اهمیت داره؟ اگر در دواخانه میگن این شیر خشک از این سن تا 6 ماه، از 6 ماه و بالاتر تعیین شده. طبعا از نظر صحت عامه و دکتر صاحبا همش میگذره، ولی نه خیر، شیر خشک هیچ وقت جای شیر مادر گرفتن نمیتونه. باز خب بعض وقتا استثناست، مثلا یک مادر طفلک پیدا میشه خدای نخواسته مادرش از دست میده، اونم باید تا حد امکان اگه امکاناتش باشه در فامیلش، مثلا خاله، عمه یا کسی اگه شیرده هست میتونه که امروز شیر از او تغذیه شه. در غیر از اگه امکاناتش نباشه باز مجبوری گپ جداگانه است. ولی هیچ وقت شیر خشک جای شیر مادر گرفتن نمیتونه. شیر خشک سایز بعضی طفلایی که هستن اگه از شیر خشک تغذیه میشن میبینین که اونا زیاد چاق هستن. او دلیلش این هست که همین شیر خشک است خودش مواد داره که اصلا مثلا زیادتر از او لکتوز دو استفاده شده. شیر خشک لکتوزش اضافه تر است، باعث از این میشه که طفل بیش از حد نرمال چاق شود. سوی تغذیه تنها این نیست که طفل زیاد لاغر شود، از اندازه کم، از اندازه زیاد لاغر شود، و وزن زیادتر هم ما میتونیم سوی تغذیه بگوییم. وزن از حد زیاد نرمال نمی باشه و نی از حد زیاد پایین تر. ما طفل توسط شیر مادر که تغذیه میکنیم، اون طفل بسیار خوب تندرست می باشه، بسیار هوش و ذکاوت قوی می داشته باشه، یک استخوان قوی می داشته باشه، و طفل نظر به طفلی که همراه شیر خشک تغذیه شده بسیار هوشیار می باشه. یعنی یک اطفالی که وزنشون زیاد می باشه یا پوندیدگی دل می داشته باشن، اینا مبتلا به سوء تغذیه شدن. اونا هم مبتلا به سوء تغذیه میشن. بله، از حد زیاد وزن او سوء تغذیه گفته میشه. و دیگه ای که علائم کمبود و نارسایی تغذیه‌ای چیست و چگونه میتوان آنها را تشخیص داد؟ خب سوء تغذیه خب به دو نوع است. یکی حاد است، یکیش مزمن است. حاد که دفعتا ما میفهمیم که این طفل حال مثلا به سوء تغذیه نزدیک است یا مبتلا میشه. چه قسم است که طفل وزن نمیگیره. یک طفل حداقل باید در یک ماه 500 گرم باید وزن بگیره. وقتی که یک مادر طفل خود میبره برای یک مرکز صحی مراجعه میکنه، وزن میشه، وقتی که چک میشه امرای مراجعه قبلیش میبینه که مثلا از 500 کمتر وزن گرفته یا ایج نگرفته، همین خودش نشانه سوء تغذیه است. باید مادر زودتر اقدام کنه پیش از اینکه حوادث ناگوار به بار بیاره. باید پیش متوجه شیردهی، شاید شیردهی غلط بوده، شاید دفعات شیردهی را کمتر کرده مادر، یا اینکه شاید مادر درست شیر نمیده به طفل که شیر صحیح افراز نمیشه. دلیلش چی است؟ باید در این مورد هم مشوره صورت بگیره، هم امرای یک کارکن صحی مادر بشینه و طریقه شیردهی را باید به او تشریح شه و یاد بگیره. قسم که شما اشاره کردین گفتین یکی همین کسایی که وزن زیاد میگیرن، اطفال وزن بیش از حد میگیره و وزنشون هم که میبازن کم میکنن، این هم علائم از همین سوء تغذیه میباشه. البته یعنی پس خیر در کل در اطفال چند ما میتونیم بگوییم که سوء تغذیه وجود داره؟
در کل چند نوع سوی تغذیه وجود داره و در اطفال که یکشان وزن میگیره یکشان است که کم میشه، پس میتونیم بدون نوع بگوییم یا ای که بیشتر است؟ سوی تغذیه خو اصلا بدون نوع است. یکی امی حاد است، یکی هم مزمن است. که حاد امی سوی تغذیه دفعتاً که پیدا میشه بر طفل همی است که وزن خود باخته میره. طفل نظر به اوایل مثلا مویایش پراکنده و خشک می باشه و روز به روز طفل خراب شده میره، بیحال شده می باشه و اشتهایش کم شده میره. و سوی تغذیه مزمن که هست، این از اول که طفل به دنیا میاد آهسته آهسته فامیل متوجه نمیشن. این سوی تغذیه است که از همون در اوایل پیش آمده و فامیل متوجه نشدن و تداویش صورت نگرفته، تغذیهش توجه نشده. دی آینده ها مشکلات را به بار میاره که یکی از علائم سوی تغذیه مزمن امی کوتاهی قد است. قد کوتاهی خودش یکی از مثلا در دوران جوانی یا نوجوانی یک طفل از نظر به همسن سال خود قد کوتاه‌تری داره. این از سبب امی سوی تغذیه مزمن گفته میشه. اگر مادرشان درست خود تغذیه نکنه مادرشان میتونه دچار سوی تغذیه شه؟ بله میشه. یعنی مادرم وزنش که میوازه او را ما میتونیم سوی تغذیه بگوییم شده؟ مادرم میتونیم سوی تغذیه بگوییم. ما یک پروگرام داریم که مادران حامله و شیرده که وقتی که در شفاخانه مراجعه میکنن ما باید موکش اندازه کنیم که موک مادر اندازه میشه در صورتی که از 23 پایین تر میشه. ما برای از یک پروگرام تغذیه داریم که برش مواد سوی تغذیه میدیم که قسم آرد است، همراه از هم الوا پخته میشه، هم میتونن از کلچه پخته کنن و مادر توصیه میکنیم که باید روزانه از استفاده کنن که دو همه پروتئین ها و منرال ها و مواد مورد ضرورت وجود مادر دو هست. ارانه و کمبودی که از ضرور وجود داره. بله دو هست، مثلا آیودین هم هست، پروتئین، مواد ضرورت مادر. و در پالی از ما به مادر باید توصیه کنیم که ویتامین ها و غذاهای روزانه خود باید تغییر بده. مثلا پرسان شود که روزمره چه چیزای مادر میگیره. سایس یک مادر میشه که شکایت کنه که من خب از اقتصادم زیاد ضعیف است، شما در فکر خوراک و غذای هستین که من پیسه از کجا کنم من ندارم. مگر ما بتونیم که برش بگوییم که از همون چیزای مواد خوراکی قابل دسترس که دارین اگه به شکل درست استفاده کنی بسیار یک تغذیه درست و تکمیل میتونی به خود اخذ کنیم. درست است. چه توصیه هایی برای تنظیم رژیم غذایی مادران دارین؟ خب به خاطر رژیم غذایی مادران باید مادر که حامله است حداقل روزمره 4 مرتبه غذا بخوره. یعنی از مادرای نرمال کده، از کسایی که یک آدم شخص نرمال که روزانه 3 وقت وعده غذایی ماست، یک مادر حامله به غذای بیشتر ضرورت داره، یک وعده غذایی باید اضافه تر شود و در پهلوی از این باید از همین لبنیات حداقل روز 3 گلاس باید از شیر استفاده کنه. و دیگه مادر باید استراحت کافی داشته باشه در پهلوش، ذهن آرام داشته باشه، بوج کار باید سر مادر کمتر شود تا اینکه مادر بتونه همو ضروریات وجود خود و طفل خود پوره بسازه. و همچنان بعد از ولادت در دوران نفاس هم مادر گفتیم که به رژیم غذایی بسیار زیادتری ضرورت داره. یک مادر شیرده حداقل باید 5 مرتبه غذا بگیره روزمره و در پالی از هم 5 مرتبه غذایی که میگیره باید کدام چیزا شامل باشه؟ از همون 7 گروه غذایی اگه 4 گروهشان باشه ما ایره غذای تکمیل گفته میتونیم. حبوبات باشه، لبنیات باشه، پروتئین باشه و شحمیات باشه. درست است. و دیگه ای که دکتر صاحب چی توصیه ها یا دستورالعمل های دیگه برای تغذیه نوزاد دارین؟ ما توصیه های ما همی است که فعلا فکر کنم تمامش گفته شد به مادرای عزیز. برشان باید بازم می توصیه را میکنم که از طفل 6 ماه به پایین تنها از شیر خود استفاده کنن، شیر خود به طفل بدن. قسمی باید شیر داده شود که حداقل هر وعده شیردهی باید 30 دقیقه در بر بگیره تا امو شیر اول که طفل میگیره مایعات و ویتامین هاست و شیر دوم که بسیار به وجود طفل ضرورت است اما شحمیات و پروتئین است باید به طفل برسه. و دیگه در ضمن از باید هر 2 ساعت یک مادر باید طفل خودش شیر بده و تا اینکه طفل خودش ثدیه را رها نکرده باید مادر از طفل از ثدیه خود دور نسازه، باید مطابق میل طفل باشه. و بعضی مادرها هستن که از صبح طفلشون که میخوابانن و خوشم هستن که طفل مایت آرام است و خودشون طرف کار خود میرن تا ساعت 1 بجه میرن سراغ طفل. بعد از او میگن طفل ماشاءالله زیاد آرام است، مگم او آرامی طفل نشان نمیده. این به این معنی است که طفل از گشنگی به حال و سست پر کار افتیده. باید طفل بیدار شود از خواب به هر طریقی که میشه 2 ساعت بعد
باید تغذیه طفل اجرا شود تا هم از سوء تغذیه طفل جلوگیری بگردد و هم از خشک شدن شیر مادر جلوگیری شود. هر چقدر که مادران طفل خود زیادتر از ثدی خود تغذیه کنند، همون قدر مقدار افراز شیر زیادتر میشه، شیر زیادتری در ثدی ها تولید میشه. مادران را باید ما کوشش کنیم که بفهمانیم که حتما از ثدی های خود طفل تشیر بده. مایعات باید خود مادر زیادتر بگیره تا 6 ماهگی را هیچ نوع چیز دیگه طفل ضرورت نداره بجز از شیر مادر. یعنی در یک شبانه روز باید مادر حداقل 12 مرتبه از ثدی های خود طفل خود تغذیه کنه که هر وعدهشان باید مطابق میل طفل باشه تا زمانی که طفل ثدی را رها نکرده مادر از او دور نسازد طفل. و همچنان از طرف شب تغذیه مادر زیاد مهم است که همین هورمون پرولاکتین زیادتر از طرف شب افراز میشه. مادر باید شب اگر طفلش خوابان باشه او را از خواب بیدار کنه. همین هورمون چه خصوصیات داره؟ هورمون که پرولاکتین که است امی خودش سبب افرازش شیر میشه. وظیفش همین است که شیر افراز میسازه. و این دیگه گپ اینجاست که زمانی که همین هورمون قبل از 6 ماهگی طفل افراز میشه، این هورمون از حمل هم جلوگیری میکنه. تخمه آزاد نمیشه، تخمه به پختگی نمیرسه و همین سبب میشه که چی شوه؟ از حمل جلوگیری شوه و با مادر هیچ کدام متد دیگه ضرور نیست که استفاده کنه. همین متد شیردهی بهترین متد است تا 6 ماه اوله. بعد از 6 ماهگی باز مادر میتونه که از یگان متد تنظیم خانواده استفاده کنه تا هم از سوء تغذیه خودش جلوگیری شوه و هم از سوء تغذیه طفلش. قسمی که در قرآن کریم هم ذکر شده که باید 2 سال تمام یک طفل از ثدی مادر تغذیه شوه. او حق مسلم یک طفل است. این تفاوت نداره که پسر زیاد بخوره یا دختر کم؟ نه خیر گپای غلط است. بعضیا میگن 2 سال و 2 ماه و 3 ماه حق دختر و پسر مساوی است. باید 2 سال فقط شیر بخوره. بله تا 2 سال حداقل باید طفل از ثدی مادر باید تغذیه شود. این حقش است. و بعد از 2 سالگی تا 1 سال دیگه هم مادر باید وقفه بیاره در بین، چون بتونه همون ضروریات وجود خود پس پوره کنه. یعنی باید در بین هر ولادت حداقل 3 سال باید فاصله باشه تا که بتونه مادر پس صحتمندی وجود خود به دست بیاره. و این دکتر ما بخوایم اشاره کنم موضوعی که ما میگیم مثلا طفلش 2 سال شیر بده، در امی هنگامی که مادر حمل میگیره چی کار بکنه؟ آیا زمانی که حمل می داشته باشه طفلش به شیر دادن ادامه بده یا که بس کنه؟ خب وقتی که مادر قبل از اینکه طفلش که در ثدیش است 2 ساله نمیشه مادر حمل میگیره. بله. در این وقت مادر میتونه که امو طفل خود از ثدی خود تغذیه کنه. مگم این بسیار مادرایی که مثلا تغذیه درست نداشته باشن یک کار مشکل است. هم طفل در بطن داره، هم یک طفل در شیر خود داره و هم وجود خود مادر به نیازمندی های وجود خود جوابگو باید باشه. با این حالت باید مادر خوراک خود هم اضافه بسازه. اما مقدار مواد مغذی که گرفته میشه باید بیشتر شوه، باید زیادتر توجه برش کنه. دیگه در غیر از او هیچ کدام مشکل نیست، نه به طفلی که در بطن است مشکل پیدا میشه، نه به طفلی که در شیر است، نه به خود مادر. در صورتی که تغذیه مادر بسیار خوب باشه. یعنی اینطور نیست که گویا وقتی که مادر حمل میگیره شیرش بند شوه؟ نه خیر، نه. شیر مادر تا حتی بعضی مادرایی هستن که تا زمان ولادت هم همین طفلش که در ثدیش از ایر تغذیه میکنه از شیر خود و وقتی که طفل دیگه شان پیدا میشه همراه از امو طفلک هر دو طفل خودن از ثدی خود تغذیه. و این مادرایی که همین لحظه والش صحبت میکنیم که مثلا گفتیم زمانی میباشه که حمل میگیره بالای از امو طفل دیگهش و شیر هم میتیره، گویا مثلا تا روزی میباشه و شیر میته که مادر میره به شفاخانه با ولادت کردن. زمانی که این ولادت میکنه آیا همو ادامه شیر عادی میباشه یا ای که زمانی که طفلش پیدا میشه و به دنیا میه یا همو شیر اول بازم خاصیت خدا می داشته باشه به طفل دیگهش؟ خب در صورتی که مادر طفل اول خودش شیر داده بره سیسته این خود شیر اول نمی باشه، بخاطر که این شیر اول نمی باشه بخاطر که طفل دیگه هست که دست دیای از این تغذیه شده روان است. باید مادر حداقل 1 ماه قبل از ولادت یا 2 ماه قبل از ولادت اما طفلی که در ثدی داره او را باید از ثدی خود جدا کنه تا اینکه طفلی را که تازه به دنیا میاد همین حق از او تلف نشه. این حق تلفی را اصلا مادر برای طفل میسازه، این موقع را مساعد میسازه که هم حق خودش تلف میشه و هم حق طفلش تلف میشه. باید مادر وقتی که این حالت برش پیش آمده اما طفل حداقل 1-2 ماه قبل باید جدا بسازه از ثدی خود. دکتر صاحب اگر طفل مریض باشه از کدام غذاها باید برای طفل داده شود؟ خب باز هم در صورت که طفل مریض هم باشه باید مادر همو از ثدی خود طفل تغذیه کنه، چرا که همین شیر مادر خودش مقاومت وجود ما گفتیم که بلند میبره. دیگه این سبب خودش سبب از این میشه که مریضی طفل کوتاه مدت شوه یا زودتر از مریضی طفل بخی جلوگیری شوه. تا
باید بازم همون شیر مادر تغذیه شود. درست است. تشکر دکتر صاحب بابت از اینکه شما آمدین معلومات رعایت کردین بر بیننده های عزیز. خب خسته نباشین دکتر صاحب. تشکر، زنده باشین. خدا کنه که معلومات ما بر مادرای عزیز مفید و مؤثر واقع شود و خوش بودم که امروز همراه شما در برنامه اشتراک کردم. بخیر باشین، سلامت باشین، همیشه موفق باشین. خب بیننده عزیز، این معلومات امروزی بود که دکتر صاحب در مورد نوزاد و مادر بر شما معلومات داد. همین نوزادی که تا ماه 6 یا 6 ماهگی چی کار را چه قسم تغذیه شود و همچنان مادر در همین اثنا هم باید تغذیه شود، باید به خاطر از اینکه اگر مادر تغذیه شود همچنان باید طفلش هم تغذیه میشه. بابت از او و غیر از او قسم که دکتر صاحب گفتن از استخوان مادر طفل که تغذیهش تمام میکنه و میمونه که در راستا مادر ضعیف میشه. بابت هضمی تمام معلوماتی که ارائه کرد، امیدوار هستم شما بیننده های عزیز از یک استفاده خوب بکنین و موضوع کلی و اساسی که امروز مادرها همگیشان سردچار هستند موضوع سرطان سینه می باشه. معلوماتی که اینا ارائه کردن امیدوار هستم اینا برای شما مفید تمام شده باشه و این تمام ارائه معلومات دیدگاه و نظر دکتر صاحب از برنامه به سوی روشنایی بود. تا برنامه بعدی که من باز هم در خدمت شما قرار میگیرم. الله یار و مددگار شما.